ژاپن داره توی سال 2050 زندگی میکنه. حالا بیایید تا بهتون بگم چرا. سریعترین قطار دنیا که سرعتش به 603 کیلومتر بر ساعت میرسه توی ژاپنه. ژاپنی ها به تکنولوژی رسیدن که خونه ها رو ضد زلزله میسازن و این تکنولوژیشون تا الان به خوبی جواب داده و این خونه ها در برابر قوی ترین زلزله ها هم دووم آوردن. ژاپنی ها به فکر پول نیستن و بهترین کیفیت ها رو توی اجناسشون به کار میبرن. مثلا غذایی که از روی منو سفارش میدی دقیقاً به همون شکل خوشگل تحویل میگیری، مثل بستنیای ما. یا همین لنکروز که با 206 خودمون هیچ فرقی نداره رو هم ژاپنی ها ساختن. از همه اینها که بگذریم، ژاپن جزء تمیزترین کشورهای دنیاست و به قدر خیابوناش تمیزه که روی آسفالتش که دست بکشید حتی یه ذره خاک هم نمیبینید. حالا شما بگید، دوست داشتین توی ژاپن زندگی میکردین؟ ژاپن داره توی سال 2050 زندگی میکنه. حالا بیایید تا بهتون بگم چرا. سریعترین قطار دنیا که سرعتش به 603 کیلومتر بر ساعت میرسه توی ژاپنه. ژاپنی ها به تکنولوژی رسیدن که خونه ها رو ضد زلزله میسازن و این تکنولوژیشون تا الان به خوبی جواب داده و این خونه ها در برابر قوی ترین زلزله ها هم دووم آوردن. ژاپنی ها به فکر پول نیستن و بهترین کیفیت ها رو توی اجناسشون به کار میبرن. مثلا غذایی که از روی منو سفارش میدی دقیقاً به همون شکل خوشگل تحویل میگیری، مثل بستنیای ما. یا همین لنکروز که با 206 خودمون هیچ فرقی نداره رو هم ژاپنی ها ساختن. از همه اینها که بگذریم، ژاپن جزء تمیزترین کشورهای دنیاست و به قدر خیابوناش تمیزه که روی آسفالتش که دست بکشید حتی یه ذره خاک هم نمیبینید. حالا شما بگید، دوست داشتین توی ژاپن زندگی میکردین؟